سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. بنا به درخواستتون اومده بودین و از من درخواست کردین که آموزش تردینگیو رو براتون بذارم. میرین از اپلیکیشن، اگه روی موبایل بخواید کار کنید، خب میرید روی فروشگاه پلیر. خب اونجا اپلیکیشن تردینگیو رو سرچ میکنید و ضبط میکنید، دانلود میکنید توی گوشیتون یا توی همین لپتاپ یا توی سیستمتون. خب سایت تردینگیو رو بزنید میاره و میرید روش. وقتی که نصب کردیم همین گزینه ها رو برای من میاره، یعنی کریپتو و فارکس بالاست و کریپتو هم با جفت ارزها بالا هستن و این ارزهایی که ما میبینید تون، سول، اتریوم یا پایین هستن و میتونید با همین ادت اضافه کنید ارزهای دلخواهتون رو. و وقتی که میخواین یه ارزی رو مثل لینک بنویسین، لینک خب USDT نقطه پی، میخواین نوسانی ارز نوسانی رو پیدا کنید باید نقطه پی رو بنویسین. خب وقتی که نقطه پی اومد، خب میای ارزهای مثلا مکسی، اگه توی بایننس نبود همین ارزهایی که توی مکسی هستن رو پیدا میکنی، میزنی خب و علامت به علاوه رو میزنی، میاد روی چارتتون. ضرب رو میزنی برمیگردی میاد روی چارتتون و چارت رو باز میکنی، ارز لینک این مربع رو میزنید، وارد ارز چی میشه؟ وارد ارز لینک میشه و خودتون اگه الان میبینید اینجا خب نوشته لینک، ارز لینک رو اینجا براتون میاره. اینجا نوشته ساعت، یعنی تایم ها هست. اینجا تایم های معاملاتی از تایم 1 دقیقه شروع شده تا هفتگی و ماهانه و 1 ماهه و 2 ماهه و 3 ماهه تا اینجاها توی تردینگیو هست. اینجا اگه دقت کنید خب تولز نوشته، توی تولز خطکش، پارتکن یا این چیزا هست که میتونی باهاش کار کنی و توی این تولزه من فقط سطل آشکال، یعنی میتونم مثلا خطی رو میخوام بکشم میتونم از سطل آشکال استفاده کنم. خب نوشته ترین لاین، یعنی خطوط هایی که توی چارت میخوام و احتیاجش داریم رو میخوام ازش استفاده کنم. یک چیزی که توی تردینگیو ما بهش احتیاج داریم همین ترین لاین هست. ترین لاین رو میزنیم، خطهای شیب دار، یعنی من میخوام برای یک ارزم چی بکشم؟ یه خط شیب دار، یه خط روند بکشم، به این احتیاج دارم. نیمی خط رو میتونی به عنوان چیزی که ابزارتون احتیاجه، یه خط عمودی ستارهش رو بزنی، اینجوری ببینید میزنی، خب ستاره فعال بزنی میاد روی ابزار کاریت. خب بعد بیا بزن روش، خب ستاره رو بردار میه و ستاره برداشته میشه. خب ببین نوشته اینجا کانال کش، ابزار کانال کش هست، پنل چنل هست. ابزار کانال کش رو با ستاره بزنید میاد روی چی؟ روی چارتتون. خب این اون یکی گن. خب این گنه همون فیبوها هستن. دوستانی که میخوان فیبو کار کنن و فیبو کار هستن از این ابزارها استفاده میکنن و اولین چیزی که داریم میبینیم فیبو استمنت هست و فیبو اصلاحی بهش میگیم، ترند بیس هست بهش میگیم، فیبوی 3 نقطه‌ای یا فیبو چنل هست بهش میگیم فیبو چنل. خب اینا هستن و میتونن برامون کاربرد داشته باشن. گزینه بعدی ببینید الگوهایی هستن که میتونیم توی الگوهای کلاسیک ازش استفاده کنیم. مثلا اونایی که میخوان تکنیکال کنن و تکنیکال کار کنن و دوستانی که سمارت مانی کار میکنن معمولا با این ابزارات کار میکنن و میتونی توی چارتتون اضافه کنید که من هیچ کدوم رو احتیاج ندارم، خودم با دستای خودم میکشم، نمیخوام به صورت اینجوری بکشم و دوستانی که سبک هاشون تنها کلاسیک نیست میتونن از این کاربردها استفاده کنه. خب گزینه بعدی، ببینید گزینه بعدی رو میزنیم می نوشته لنگ پوزیشن، شورت پوزیشن، یعنی که من میخوام بازار رو لانگ کنم یا شورت کنم از این ابزارها استفاده میکنم، یا ابزار خطکش، پیج رنج یا دیتا رنج. ابزار خطکش میتونم استفاده کنم. این میتونه خطکش، اندازه خطکش رو به بالا رو به من نشون بده، این اندازه خطکش رو به طرف راست یا به طرف
چپ رو برای من نشون میده، درصدها رو. خب گزینه بعدی اگه برین، خب اینجاها ببینید من ماژیک رو چی زدم، ستاره زدم، ماژیک نازک. میتونید این رو به عنوان ابزارتون استفاده، و اصلی ترین چیزی که ما توی تریدینگ ازش استفاده میکنیم همین بیگ باکس ها هستن. توی باکس ها ما از باکس ها به عنوان محدود استفاده میکنیم، یعنی دوستانی که میخوان برای چارتشون محدود بکشن از این باکس استفاده میکنیم. باکس رو میزنید، ستارهش رو فعال میکنیم، میارید توی چارتتون. خب گزینه بعدی دقت کنید، این گزینه‌ای که هست خب براتون مثلا توی چارت میخوایم بنویسیم که این بازار داره چه کارهای انجام میده، مینویسید، یعنی یه نوشتار بهتون کمک میکنه، یه علامت میزنید برای قیمت گذاری. خب پرس لیبل اینا رو میتونید ازش استفاده کنید که من به کارم نمیاد و ازش استفاده ای نمیکنم. شکلک گذاری هستن، ها شکلک بذاری توی چارت، خب از اینا استفاده میکنیم. خب بریم دومین گزینه به دردتون نمیخوره. حالا سومی 3 نقطه هست. ببین وقتی که میخواین اندیکاتور توی بازار بزنی، خب از گزینه اندیکاتور استفاده میکنید. روی اندیکاتوره، خب اندیکاتور رو میزنی و برات چی میکنه، فعال میکنین اندیکاتور رو. بعد گزینه بعد اندیکاتور چیزهایی که اینجا لازمه و باید بدونید، خب اینا هیچ کدوم به دردتون نمیخوره، ولی میخواید از چارتتون یک عکس بگیرید. این رو برمیدارین، شروع رو میزنی، خب میره از چارتتون عکس برداری میکنه، میگه که به تلگرام بزنم، به اینستا بزنم. اینا رو توی تلگرام یا توی اینستا میتونید پیاده کنید. خب الان میبینید روی چارت هستیم. توی چارت ما اعدادی رو در سمت راست میدونیم، اینا قیمت های یک ارز هستن و که قیمتمون میره به طرف بالا کندل های مثبتی میزنیم. اینجا ببینید این کندل مثبت زده میخواد بره به طرف بالا، کندل های مثبت. و میخوایم کاهشی رو توی بازار ببینیم، کندل های نزولی رو میزنه. الان دقت کنید، من یه دونه ابر اینجا میبینید، این رو من اندیکاتور زدم، اندیکاتور ایچیموکو رو زدم و اومده روی چارتم و با توجه به این اندیکاتوره من با نمودار حرف میزنم و میتونم بگم که بازار چه خواهد شد و من دنبال چی هستم توی این بازار. خب دقت کنید پایین مینو نوشته و پایین چارت نوشته، اون یکی واچ لیست نوشته. اگه اینجا بیان واچ لیست اینجا برین، چارت رو بهتون نشون میده. خب اخبار رو تو بازار میتونید ببینید. از گزینه منو میتونید تنظیمات تریدینگ رو کلا تغییر بدید. همین اینا از آشنایی با ایچیموکو بود و ابزاری که شما ستاره زدید. این ابزار هم کنار همین چارتتون اومده. ممنون از همراهی شما. خدا نگهدار. حمایت و سابسکرایب یادتون نره.